سلام به تکنولرنیای عزیز، من پارسا هستم و به یه آموزش دیگه خوش اومدین. توی این آموزش میخوام بهتون یاد بدم چطوری پروکسی تلگرامی به همراه کانال تبلیغاتی یا همون کانال اسپانسری بسازی. این آموزش فوق‌العاده است. چرا؟ چون شما وقتی میای پروکسی تلگرامی میسازی و این پروکسی رو پخش میکنی و یک کانال اسپانسری هم روش میذاری، میتونی اون کانال مثلا کانال خودت قرار بدی که به ممبرهای کانالت اضافه بشه، یا میتونی اونو بگیری اجاره بدی. میدونی چی میگم؟ منظور این که تبلیغ میگیری، طرف میگه که ساعتی فلان تومن از شما میگیرم که کانالتون رو روی اسپانسری این پروکسی قرار بدم و هر کی که از این پروکسی استفاده میکنه این کانال براش بالا میاد و یه موقعیت فوق‌العاده از چند جهت میتونید درآمد داشته باشید، هم تبلیغات، هم جمع کردن ممبر و کلی اتفاقای دیگه. خوشحال میشم قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم کانالمو ساب کنید، یه لایکی، کامنتی، چیزی بذارید تا خستگی ما در بره. خیلی ممنونم ازتون، لطف میکنید و بریم واسه آموزش. ساختن پروکسی 2 تا پیش نیاز میخواد. یک سرور مجازی هستش که جلوتر بهتون میگم چطوری بخرید، و دوم این که شما نیاز دارید اکانت کلودفلر بسازید و یک دامنه اون تو ثبت کنید. اگه بلد نیستید، توی همین کانال آموزشش رو براتون گذاشتم، میتونید برید نگاه کنید. در غیر این صورت اگه بلد هستید ادامه ویدیو رو با ما همراه باشید. من جدیدن یه سایت پیدا کردم، اسم سایتش هم میزبانداده.com هستش که این سایت خیلی قابلیت‌های خفنی داره و الان من چون دوباره نیاز به سرور ایران و خارج دارم، دوباره میخوام ازش خرید کنم. چرا میگم این سایت خیلی خفنه؟ چون که توش هر چیزی که ما نیاز داریم رو داره، از دامنه داره تا سرور ایران و خارج و کلی قابلیت‌های دیگه. و یه خوبی که داره، سرور خارج رو به ما ساعتی میده. یعنی چی؟ شما مثلا قبلا از سایت‌های دیگه می اومدی یه دونه سرور خارج می‌خریدی، پولو یک جا بهشون میدادی و بعد بهت یه دونه آی پی میدادن که معلوم نبود تازه اون آی پی بهت پینگ بده یا نه، و بعد نمی اومدن اگه اون آی پی پینگ نده برات عوضش کنن. گرفتی چی شد؟ یعنی شما یه دونه می‌خریدی، یارو بهت یه آی پی میداد و میرفتی توی سایت چک هاست سرچ میکردی، پینگ رو میگرفتی ازش، میدیدی که ای بابا این که مثلا پینگ نمیده، آی پی کثیفه به قول معروف، و پولت میرفت رو هوا. ولی این که این سایت سرور ساعتی داره که من توی هیچ سایت ایرانی دیگه ندیدم. اینطوریه که شما مثلا میری 100,000 تومان کیف پولت رو داخل این سایت شارژ میکنی و بعد میری سرور ساعتی. خب بذار مثلا من الان نگاه کنید، موجودیم 1 تومن اینجا موجودی دارم. میام توی قسمت سرور ساعتی و روی این قسمت کلیک میکنم و میخوام از این 1 تومن مثلا 100,000 تومنش رو بزنم واسه سرورهای ساعتی که میگیرم. این قسمت رو میزنم و انجام میشه. خب و اینجا اجرای اعتبار رو میزنم. خب اینجا که نوشته شارژ شد، دوباره میام توی قسمت سرور ساعتی. اینجا قبلا 0 بود، اگه شارژ شده باشه باید 100 تومن شده باشه. آره 100,000 تومن شد. میام روی دکمه create order میزنم. اوکی. یه خوبی دیگه ای که این سایت داره پیداش کردم اینه که از دیتا سنترهای مختلف برای ما سرور تهیه میکنه. مثلا هتسنر شما دیگه نمیتونستی توش احراز هویت کنی یا حتما باید یک حساب خارجی داشتی و 1000 تا مکافات داشت، ولی این سایت خودش میاد مستقیم از هتسنر برای ما سرور میگیره و ارائه میده و میتونیم استفاده کنیم. روش که بزنی 5 تا لوکیشن مختلف بهت نشون میده. مثلا من میام یه دونه از این آلمانا رو انتخاب میکنم و میبینی که لیست سرورهای مختلفی رو برات بالا میاره. سی پی یو 2 داره، رم 4، 40 گیگ دیسک و یه ترافیک 20 ترابایت شدید بالایی داره که میشه گفت نامحدود هستن.
حالا این چجوریه؟ میاد ساعتی 587 تومن تک تومنی، یعنی نصف 1000 تومن ازت کم میکنه که در میاد ماهی 376,000 تومن. شما مثلا میای همینو میگیری، خب اینجا انتخاب میکنه که IPv4 و IPv6 داشته باشه و نسخهش چی باشه. من نسخهش رو میذارم روی اوبونتو 22.04. یه اسمی هم میخواد اینجا، اسم بهش میدیم، من می‌نویسم تست و کرییت ماشین رو میزنی، حساب کتاب و این داستانش رو انجام میده، قبول میکنی و میزنی ماشین رو بسازه. اینجا میگه ماشین رو کامل ساخت، روی ماشین ویو میزنی، میبینی که اینجا اطلاعات کامل رو برات الان بالا میاره، اینکه چقدر مثلا این باندت بوده، چقدر اوت باندت بوده، یوزرنیمش روته و اینجا رمزش رو بهت نشون میده دیگه. اینجا میتونی استارت و استاپ و ریبوت و دیلیت و ریبیلدش کنی، قابلیت های خفنیه خودش. و توی این قسمت هم که الان بالا اومد IPv4 و IPv6 رو به ما میده. الان من میخوام برم از این یک پینگی بگیرم. اوکی، میام توی همون سایت چک هاست معروفمون، اینو پاک کنم و یه پینگ ازش میگیرم. ببینیم پینگو میده یا نه. همه رو داده به جز اصفهان داره فعلا میره، تو اصفهان نمیده. اوکی، الان دیدیم این مشکل داره. میام چیکار میکنم؟ میام اینو میزنم مثلا دیلیتش میکنم. یکی از راهاش اینه که همینو بزنی دیلیتش کنی. الان مثلا اگه من اینو از یه سایت دیگه خریده بودم، یه رو دیگه گردن نمیگرفت بیاد آی پی منو عوض کنه یا مثلا یه سرور دیگه به من بده. دوباره میام تو قسمت سرور ساعتی، ببینیم موجودی من چقدر شده. 100,000 تومان هم سر جاشه. میبینین کرییت اوردر رو میزنم، دوباره هتسنر میام اینجا انتخاب میکنم، اینو انتخاب میکنم، اوبونتو 22 و یه تست، دوباره اسم اینو میذارم، کرییت رو میزنم، قبول میکنم، کرییت رو دوباره میزنم و ساخته شد. میریم واسه حسابمون ببینیم چیه. دوباره یه دونه الان مثلا سرور جدید به ما داد با همون مبلغی که شارژ کرده بودیم دیگه، یعنی هیچ هزینه اضافه‌ای براش ندادیم. منتظر میمونم تا اوکی بشه. خب حالا میام از این میگیرم، یه پینگ برم بگیرم، کپی، ببینیم این تمیز آی پیش یا نه. خب این آی پیش تمیز بود، سرور خارج اون که تهیه کردیم. یعنی اگه من جای دیگه خریده بودم و این آی پی کثیف بود، هیچ راهی نداشتم، سایت هم نمیومد گردن بگیره که برام عوض کنه سرور رو. ولی اینجا دیدم یه دونه خریدم، دیدم به درد نمیخوره و اومدم پاکش کردم، یه سرور دیگه خریدم، پینگ داد و قشنگ به کارم میرسه. وقتی بیام توی قسمت سرور ساعتی و بیام پایین چند لحظه صبر کنم، میبینم اون سروری که ساختم اینجا هست. روی ویو که بزنم تمام مشخصات سرورمو برام بالا میاره. این یوزرنیمش، IPv4، IPv6، اینجا چه قابلیتایی که این قسمت داره و تازه گفتم و رمزش. دوباره برمیگردیم توی همون سایت، صفحه اصلی سایت میزبان داده، روی سرویس ها که بزنیم و سفارش سرویس جدید رو میزنیم.
و اینجا برای ما پلن‌های مختلف سرور مجازی ایران میاره. خب شروع از 190,000 تومان هستش، یعنی یه پردازنده 1 رم 1 25 گیگ فضا داره، 10 گیگ پورت شبکه و 50 گیگ هم ترافیک اولیه است. اوکی، حالا بستگی به چیزایی که قبلا بهتون گفتم و نیاز دارید میاد اینجا یک سرور تهیه میکنید و من میام از این پلن که رم 1 و پردازنده 1 داره و ترافیک اولیه‌اش هم 500 گیگ هست استفاده میکنم. روش میزنم سفارش بدم. اینجا سیستم عاملش رو باید مشخص کنم و اوبونتو 22 رو میخوایم. ارزم به حضورتون بریم پایین تر. نسخه آی پی مد نظر ورژن 4، ورژن 6 یا هر دو. ما ورژن 4 رو میخوایم. اگه هسته اضافی بخوای اینجا میگی مثلا 2 هسته‌ای بشه، 150 تومان اضافه میشه به مبلغت. یا نمیخوای کمش میکنی. یا مثلا رم اضافه بخوای اینجا دوباره میزنی و کار در میاری. کلا هر چیزی که بخوای اینجا میتونی برای خودت شخصی سازی کنی و استفاده کنی. و دیگه من اینو بردارم و چک کنم. خب ادامه رو میزنم. میگه هاست نیم رو باید بگی. من ببینم کجا رو نزدم. اینجاها رو که اگه ترافیک اضافه هم بخوای این قسمت داره. یه خوبی دیگه مثلا 500 گیگ رو میتونی بخری 270 تومن. قیمتاش واقعا خوبه. واسه همین دارم این سایت رو پیشنهاد میدم. اینجا ما یه تست 1، اینجا هم تست 2 رو می نویسم. ادامه رو بزنیم. اسم هاست نیمت اشتباهه. هاست نیمم اینه دیگه. من میزنم اینم میزنم تست. ادامه. این قبلا وارد شده یه مورد دیگه. ای خدا. تکنو وی پی ان. ادامه. نکنین الان یه سری ارور داد با هم دیگه حلش کردیم که اگه شما این ارور رو داشتید برطرف شه. این سیوش کنم. تصفیه حساب. اینو اول قبول کنیم و تصفیه حساب. خب اینم برای من ساخته شد. الان من یک سرور اینا رو واسه اینجا بنویسم که گمش نکنم. یه نوت جدید باز میکنم. اسم سرورها. خب اینجا می‌نویسم سرور ایرانم. میخوام اطلاعاتم اونجا بنویسم که دیگه راحت باشه. میام توی قسمت سرویس ها روش کلیک کنید میره خودش و اینجا وضعیت سرویس رو به ما نشون میده. روی این 3 نقطه بزنیم مشاهده جزئیات و اینجا کامل کل اطلاعات رو به ما نشون میده. اوبونتو 2264 و مموری و دیسک و سی پی یو. ما ببینیم که زبونش هم میشه از این قسمت به فارسی تغییر داد. خیلی عالی. داره سیستم عاملمون رو الان نصب میکنه، در حال پردازش هست. ممکنه چند دقیقه طول بکشه تا کار رو تموم کنه. تا زمانی هم که این میاد اینو اوکی کنه من میام توی قسمت سرور ساعتی که همون جایی که سرور خارج خریده بودم ثبت میکنم. مشاهده جزئیات رو میزنم. اینجا هم فارسی شد. خب و میخوام اطلاعات هم یه دقیقه بگیرم کپی کنم داخل اون نوت هم داشته باشم راحت تر باشه برام.
می‌نویسم سرور خارج. این آی پی سرور خارجمه، رمزش هم اینجا باید باشه. آره، رمزش هم میگیرم کپی کنم، اینم رمزشه. خب این سرور ایران هم که تکمیل شده، سیستم عامل یعنی روش نصب شده. پنل مدیریت ماشین رو که بزنم اینجا کامل به من توضیح داده. اطلاعات شبکه، این آدرس آی پی، یه پینگ هم از این بگیرم. اینم آی پیش تمیز بود. اینم میام اینجا بنویسم این آی پی سرور ایران. رمزش هم باید کجا بردارم؟ از اینجا نوشته رمز عبور. اینم میگیرم کپی میکنم میذارم تو این قسمت که داشته باشم. دیگه فعلا کاری ندارم. اینجا دقت کنید همه مشخصات سرور رو داره، میبینید راه اندازی مجدد و خاموش کردن و روشن کردن و کنسول و همه رو داره. واقعا سایتی بود که من خودم باش حال کردم و سریع گفتم بیام ویدیوشو بگیرم برای شما بذارم استفاده کنید. خب حالا که ما سرور خارج رو تهیه کردیم، نیاز داریم این سرور رو بگیریم ثبت کنیم داخل کلودفلر و یک ساب دامین براش طراحی کنیم. من این کار از قبل انجام دادم و یک ساب دامین به اسم MT Pro که اینم آی پیه که از سایت میزبان داده خریدم براش تهیه کردم، ثبت کردم و شما هم حتما باید داخل کلودفلر یک ساب دامین جدید با آی پی جدید بگیرید، رکورد کنید تا ادامه کارا رو انجام بشه داد. و حواستون باشه این ساب دامنه‌ای که میدید که پوینت شده به سروری که خریدید حتما پروکسیش خاموش باشه. خیلی‌ها اینجا حواسشون نبوده، تو ویدیوهای آموزشی قبلی این تیک روشن بوده و به مشکل میخوردم. حواستون باشه این پروکسی خاموش باشه. بعد از انجام این کار فیلتر شکنتون رو روشن کنید. بذارید من روشن کنم. حالا که فیلتر شکن رو روشن کردید بیایید توی گوگل سرچ کنید hedify.com تا همچین صفحه‌ای برای شما بالا بیاد. صفحه رسمی هیدیفای هستش. هدفمون اینجا اینه که ما دستور هیدیفای رو بگیریم، پیدا کنیم و نصب کنیم. میایم پایین در انتهای صفحه روی گزینه اوبونتو کلیک میکنیم و این دستور رو میگیرم کپی میکنم. حالا این دستور رو من خودم براتون قرار میدم ولی شما همیشه بیایید از داخل همین سایت و آخرین آپدیتش رو بردارید بهتره. حالا من ولی باز برای شما قرار میدم زیر همین ویدیو که بتونید استفاده کنید. حالا ما نیاز داریم که به سرورمون SSH بزنیم. برای SSH زدن کارهای مختلفی با برنامه‌های مختلفی میشه انجام داد. من ترمیوس این دفعه باز میکنم و روی گزینه نیو هاست کلیک میکنم و اینجا باید آی پی رو وارد کنیم. میام دوباره وارد سایت میزبان داده میشم، میام قسمت سرور ساعتی، فیلتر شکن باید اینجا خاموش باشه، میام قسمت سرور ساعتی، اینجا وای میستم تا سرورم بالا بیاد. روی مشاهده جزئیات میزنم و اینجا IPv4 رو میگیرم کپی میکنم، توی این قسمت قرار میدم. لیبل میخواد، من میزنم خارج پروکسی که یادم باشه. پورتش رو 22 قرار میدم، یوزرنیمش رو روت قرار میدم در جن حروف کوچیک. پسورد هم میام دوباره داخل همین سایت، پسوردم رو از اینجا کپی میکنم و توی این قسمت قرار میدم و دکمه کانکت رو میزنم. الان به سرور خارج هم SSH زدم و واردش شدم. حالا دستوری که
از توی سایت هیدیفای برداشته بودم میگیرم کپی میکنم و این قسمت قرار میدم. خب بعد اینکه نصب شد ما با یه همچین صفحه روبرو میشیم. اینتر میزنیم. اینجا 3 تا لینک به ما میده که هر 3 تا رو میگیریم کپی میکنیم و توی این قسمت قرار میدیم. حالا من این دستور رو کپی میکنم، این آدرس رو، و میام توی گوگل یه صفحه جدید باز میکنم و اینجا پیستش میکنم و سرچش میکنم. حواستون باشه فیلتر شکن باید روشن باشه. اگه همچین صفحه‌ای بالا اومد نگران نباشید، روی دکمه ادوانس بزنید، بیاین پایین‌تر و روی این گزینه کلیک کنید و صبر کنید تا بالا بیادش. من اینجا زبانش رو میتونم روی فارسی بذارم و سابمیت رو بزنم تا زبانش به فارسی تغییر کنه. توی قسمت دامنه من باید دامنه‌ای رو وارد کنم که اینجا درست کرده بودم. mtpro.techvpn.lol این همون دامنه‌ای هستش که توی کلودفلر ثبت کرده. بعد دکمه ثبت رو فشار میدیم و ما اینجا میخوایم از پروکسی تلگرام استفاده کنیم. ما اینجا این تیک رو روشن میکنیم و گزینه ثبت رو میزنیم. دیگه با چیز دیگه با اینا کار نداریم و منتظر میمونیم تا تغییرات رو انجام بده و سرتیفیکیت بگیره برای دامنه‌ای که اونجا وارد کرده بود. خب الان تموم شد. گزینه قبول رو میزنم و روی این آدرسی که برامون سرتیفیکیت گرفته کلیک میکنیم تا بتونیم ادامه کارا رو انجام بدیم. توی این قسمت وارد قسمت تنظیمات و دوباره تنظیمات میشیم. کانفیگ های تلگرام پیدا میکنم. حواستون به این تیک باشه که باید حتما فعال. گزینه بعدی تگ تبلیغاتی تلگرام هستش که الان بهتون توضیح میدم باید چجوری اینو فعال کنید. وارد تلگرام بشید و دنبال ربات MT پروکسی ادمین بات بشید. استارتش کنید. اینجا روی دکمه نیو پروکسی رو میزنیم. از ما هاست و پورت میخواد. هاست چیه؟ هاست همین ساب دامنه‌ای هست که من دارم استفاده میکنم. پس میام اینو کپی میکنم و این توی ربات پیستش میکنم و پورت هم از من میخواد. پورت هیدیفای 443 است. یک دو نقطه جلوی این میذارم و 443 رو تایپ میکنم و اینتر رو میزنم. حالا از ما یک سیکرت کدی میخواد. حالا اینو باید از کجا بیاریم؟ اینو توی پنل هیدیفای به ما داده. اینا کافیه اینو بگیریم، کپی کنیم و توی این قسمت وارد میکنیم. ولی اینجا یه باگی وجود داره، اینکه این عددا فارسیه. یا باید بشین تک تک این عددا رو به انگلیسی تغییر بدید یا اینکه همین دوباره همین عددا رو بردارید کپی کنید، بیایید توی گوگل ترنسلیت توی این قسمت بنویسید و این میگیره ترجمهش میکنه به انگلیسی. حالا اینو بگیرید کپی کنید و توی ربات قرارش بدید. ولی اینجا ممکنه ما با یک مشکلی بخوریم. اون مشکل چیه؟ یه اروری به ما میده چون بعضی از اکانت ها نمیتونن کانال اسپانسری داشته باشن و ممکنه بهشون ارور بده. حالا چطور بفهمیم ما این مشکل رو داریم یا نه؟ روی گزینه منو میزنیم، مای پروکسی رو میزنیم، اینجا اون دامنمون بالا اومده، روش کلیک میکنیم و روی ست پروموشن میزنیم. اینجا حالا باید تست کنیم ببینیم توی به اکانت ما اجازه میده این کار رو انجام بدیم یا نمیده. خب من آدرس یکی از کانالامو اینجا قرار میدم. آدرس کانالم قرار دادم، اینتر رو میزنم، منتها به من ارور میده و خب من با این اکانت نمیتونم این کار رو انجام بدم. پس میرم سراغ یک اکانت دیگه تست میکنم و دوباره برمیگردم.
میبینید که با این شماره جدید که اومدم کارو جمع کرده. گزینه بک تو لیست رو میزنم، اینجا به من یک کدی میده. این کد رو میگیرم کپی میکنم، میام داخل هیدیفای و توی قسمت تهیه تبلیغاتی این کد رو میذارم. اینجا توی کتابخونه پروکسی میذاریم روی همین ارلنگ باشه. حالا میایم روی گزینه ثبت کلیک میکنیم، اعمال تنظیمات رو میزنیم، تایید، منتظر میمونیم که تنظیمات اعمال بشه. خب این تموم شد، قبول رو میزنی و میایم توی قسمت کاربران. توی این قسمت ما یک کاربر داریم که به صورت دیفالت هستش که این خود ما هستیم. ما برای اینکه بتونیم روی پروکسی ها حجم و زمان مشخص کنیم باید یک کاربر میتونیم بسازیم. روی گزینه ایجاد کلیک میکنیم، یک کاربر میذاریم، مثلا میذارم یک و میخوام یک پروکسی مثلا بذارم مثلا 50 گیگ باشه و تعداد روزاش هم مثلا 10 روز باشه. و میام پایین دکمه ذخیره رو میزنم و بعد از اون میبینیم که یک کاربر جدید اوکی شده، درست شده. بعد از اون صفحه این کاربر رو باز میکنم، باز کردن رو میزنم. حالا میام قسمت پروکسی تلگرام و اینجا میتونم پروکسی تلگرامی که درست کردم رو ببینم. خب من میتونم اینو بگیرم کپی کنم، وارد تلگرام بشم و اینجا بفرستمش و با زدن به روش میتونم پروکسیمو فعال کنم. و الان اگه دقت کنید این پروکسی که ساختیم فعاله و آنلاین شده. قسمت ببینید من پروکسیم فعاله، پینگ 10 داره میده، پینگ 10. و عرضم به حضورتون که کانال اسپانسری من هم میبینید که این قسمت وجود داره.